Assalamu alaikum. این مسئله MIC 2016 Individual Problem Save. در این مسئله میگه که این رسم دادگی 4 دوره یک دیگریش هم میبرند. رادیوس هر یک دوره یک سانتیمتر. یک کвадратی که در بین هسته اینم یکه. اکنون حساب کردن در کور که مساحتی رنگ کرده شده چند سانتیمتر ای کвадратی رادیوس یک ده کلونه. ای دوره رادیوس یک ده کلونه. یکم چیز دوره رادیوس یک مساحتش برابر پی ار کوادرات برابر پی. انکو یافتن من در کور که مساحتی رنگ شده چنده. کسی رنگ کرده شده. دوستان عزیز در این رسم کمتر مشکل یافتن برای اگر که بکنیم ما رسم بگیریم دکلیتش بکشیم برای مفهوم میشه. اگر که مثلا رسم میخواد کنیم که این دو کوادرات خیلی хорошо. اگر که یک رو کوادرات دیگه دائمی چور کنجا کشیم اوکی. یک چی مود ایون میشه. اگر رسم میخواد در گردش کوادرات کشیم رسنده باشم. لیکن دوستان عزیز نگاه کنین که رسمی که دیجا مثلا نما رنگ کردیم مساحت همین قدر برابر با مساحت این قدر. این چیز برای در رسم بیان ایونه ای جس باشه برابر با ایجا ایجا باشه برابر با این قسم. اگر رسنده باشه ای قسمی طرفی راست باشه برابر این قسمه. که چرا ایجا ما میفهمیم اما مساحتی رنگ کرده شده ما برابر با یک کوادرات. اگر خیلی کوادرات کشیم اکنون قسمی درونی ما قسمی درونی کوادراتی ما سفید شد برای که ما گرفتیم این قسم رو در اینجا آوردیم اینجا بردیم. اکنون این برابر شد ایش باشه کوادرات یک 4 سانتیمتر کوادراتی ایش باشه 1 تقسیم 4 حصه پی کوادرات تقسیم 4 تا همی خیل چی داره سکتور چه ها داره هر رادیوسمون 4 سانتیمتر کوادراتی ایسی رنگ کرده شده جمعی پیش شد. سوال همین بود که چند سانتیمتر مساحتی رنگ کرده شده از مساحت دوره رادیوسش 1 کلونه. جواب 4 سانتیمتر برای که 4 سانتیمتر کوادراتی جمعی پی تری پی برابر میشه 4 سانتیمتر کوادراتی. تشکر زیاد.